خیلی که شما شاید دست تنبشوی نقلیات یعنی ماشین هایی که در اینجا بار میوان خیلی زیاد شده است و مردم یک بار دو سه خلطه ارد میخرند. آنها میگویند که یعنی در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. ما برای همین فهمیدن نرخ نو برای اوید 5 دن هم بیماری فهمیده بودیم. خیلی مقصد یکم خیلی دشواری هم نیست، یکم چی هم مردم خرید کردن هم ترس در دل مردم و همه انشالله که همه تنجای. در بازار سخاوت شهر دوشنبه نوبت پایی ساکنان برای خریداری کردن ارد و محصولات دیگر نیازی اول در حال اوج است. مسئولین بازار اطلاع دادند که از صبح تا حال زیاده از 2700 خلطه ارد به فروش رفته است. همچنین وزارت تندرستی کشور میگوید حالا کرونا ویروس به تاجیکستان نیامده است. ما برای ارد اومدیم، نمی‌خواستی اومدن گفتن که ارد قیمت میشود. ارد قیمت نشه، گفتن برای همین اومدیم که مثال بگم گفتن که ارد قیمت نشه، برای همین اومدیم که اوضاع بر دروغ هم در می چی که خیلی بگیریم مثال